در 4 ژانویه 1989 2 تا فروند F-14 نیروی دریایی آمریکا رفتن بالا سر 2 تا میگ 23 ارتش لیبی که داشتن آروم آروم به مرزهای کویت نزدیک می شدن. خلبانهای آمریکایی قبلا هم بارها میگهای لیبی رو ترسونده بودن و اونا هم همیشه فرار می کردن. اما این بار میگهای لیبی باج نمی دادن. فرمانده نیروی هوایی به F-14 دستور درگیری رو داد. در مدت کوتاهی میگها نابود شدن. چند سال قبل یعنی 1986 آمریکایی‌ها سوخو 23 لیبی رو هم به همین ترتیب نابود کرده بودن. دقیقاً با جنگنده F-14 که با حادثه خلیج سیدرا هم معروف شد. در دهه 80 میلادی خلبان‌های ایرانی مثل آمریکایی‌ها با F-14 به نبرد می‌رفتن، چیزی که بعد از این دهه هیچ وقت تکرار نشد. داستان این F-14 ها به دهه 70 میلادی برمیگرده، زمانی که محمد رضا شاه حکومت ایران رو در دست داشت. از چند سال قبل شاه ایران به دنبال مدرنیزه کردن و توسعه ایران بود. در این موقع ایران متحد قدرتمند غرب در خاورمیانه بود. از اوایل این دوره بود که نیروی هوایی شاهنشاهی به دنبال جنگنده‌ای برای مقابله با تهدیدات بود، به خصوص میگ‌های 25 که تازه وارد بازار شده بودند. قابلیت‌های میگ 25 برای ایران و غرب ناشناخته بود و ایران برای بازدارندگی از مرزهای شمال غربی نیاز به یک جنگنده تمام عیار داشت. F-14 تامکت یا F-15 ایگل. بعد یه نمایش از F-14 و F-15 برای شاه و همراهانش، شاه F-14 رو انتخاب کرد. 13 فروند F-14 فول کیت و موشک‌های فونیکس به ایران در سال 1976 داده شد. اما این فقط اولین قسط قرارداد بزرگ ایران و آمریکا بود. قرار شد 80 فروند F-14 و 700 موشک فونیکس به ایران داده بشه. همزمان خلبان‌های ایرانی به آمریکا اعزام شدند تا با آمریکایی‌ها در تمرین‌ها و مانورهای F-14 شرکت کنند. اما سال 1979 انقلاب اسلامی باعث شد تمام این برنامه‌ها از بین بره. تمام سفارشات F-14 کنسل شد. در ابتدا تمام خلبان‌های آموزش دیده یا به زندان افتادن یا از ایران فرار کردند. اما با افزایش تنش‌ها میان ایران و عراق، حکومت اسلامی فهمید که نیاز زیادی به این خلبان‌ها داره. پس بار دیگه خلبان‌های ایرانی پشت F-14 ها نشستن، اما این بار در مقابل عراقی‌ها. خلبان‌های عراقی جنگنده‌های روسی و فرانسوی داشتند. در این موقع بود که خلبانان بزرگی به وجود اومدن، کسانی که در آمریکا آموزش دیده بودند و حالا در کشورشون ایران به اونها نیاز زیادی بود، مثل فضلالله جاویدنیا، جلیل زندی، فریدون مازندرانی، شهرام رستمی و اسدالله عادلی. برای ایران F-14 بخش مهمی از قابلیت دفاعی و تهاجمی هوایی بود. این تنها چیزی بود که ایرانی‌ها داشتن که میتونستن جنگنده‌های بسیار پیشرفته و جدید عراق رو به چالش بکشن. نیروی هوایی عراق اما کلکسیونی از جنگنده‌های میلیون دلاری داشت. میگ 21، میگ 23، میراژ F1 و میگ 25 فاکس بت. همچنین بمب افکن مافوق صوت توپولوف 22 که میتونست به راحتی وارد حریم هوایی ایران بشه. F-14 تنها جنگنده‌ای بود که میتونست در مقابل تمام اینها قرار بگیره. در این شرایط ایران به هر دری میزد تا بتونه قطعات مهم F-14 رو تهیه کنه، از کپی برداری تا خرید در بازار سیاه. ایرانیا هر کاری میکردن تا F-14 به پروازش در آسمون ادامه بده. مشکل بعدی ایران شرایط بسیار پیچیده نگهداری از F-14 بود، از تعمیرات پیچیده موتور تا دنبال کردن توپولوف‌های مافوق صوت. اینا
همه باعث شده بود کمبود سوخت شدیدی رو به ایران تحمیل کنه، جوری که هزینه‌های پرواز بسیار بالا رفته بود. اولین درگیری درست چند روز قبل جنگ رخ داد، یعنی 16 شهریور. 2 فروند تامکت ایرانی در حال گشتنی در مرزهای غربی بودند که بهشون اطلاع دادن هلیکوپترهای میل 25 عراقی به مرزهای ایران نزدیک میشن. تامکت‌های ایرانی چراغ سبز آتیش رو گرفتن، اما با توجه به شرایط خاص جوی نتونستن از موشک‌های فونیکسشون استفاده کنن. با تغییر سلاح دور زدن و اولین میل 25 عراقی رو نابود کردند. این اولین کشته تایید شده F-14 در ایران بود. کمتر از 2 هفته بعد جنگ تمام عیاری آغاز شد. ایران تمام F-14 ها رو به منطقه فرستاد و اولین شکار واقعی F-14 توسط خلبان غلامرضا خورشیدی به سرانجام رسید. خلبان ایرانی وارد درگیری با 2 میراژ F-1 عراقی شد که در این درگیری خورشیدی به سمت هر 2 میراژ موشک فونیکس شلیک کرد. جت جلویی کاملا نابود شد و جنگنده پشت سر از ناحیه بال آسیب جدی دید. اولین پیروزی ایران در مقابل میراژهای پیشرفته فرانسوی رقم خورد. بعدها خلبان‌های ایرانی به موفقیت‌های بیشتری دست یافتند. اولین نفر و کسی که هم در ایران و هم در خارج از ایران شناخته شده است جلیل زندیه. خلبان زندی اولین نفری بود که در ایران با F-14 بیش از 10 جنگنده عراقی رو نابود کرد. زندی بهترین خلبان F-14 ایران در اون دوران بود، هرچند اون بعداً این عنوان رو از دست داد. اختلافات بین زندی و مافوقش عباس بابایی باعث دستگیری اون شد. به هر حال زندی تا پایان جنگ 11 درگیری موفق رو ثبت کرد. دومین نفر فریدون مازندرانی. مثل بقیه مازندرانی هم قبل انقلاب آموزش دیده بود. اون در کنار خلبان‌های آمریکایی با F-14 آموزش‌ها و مانورهای زیادی رو تمرین کرده بود. در طول نبرد از تکنیک‌های آمریکایی بسیار استفاده می‌کرد. در یه نبرد وقتی بعد از گشتنی 6 ساعته در حال فرود بود، باهاش تماس گرفتند و فرودش رو لغو کردند. مازندرانی باید به بندرگاه نفتکش‌های ایرانی در نزدیکی خارک میرفت. با سوختگیری هوایی حالا نزدیک منطقه بود. رادارش 13 جنگنده عراقی رو تایید کرد. یه مأموریت ضربتی با 5 میراژ F-1 که 8 میگ 23 عراقی رو اسکورت میکردن. مازندرانی که تنها بود تصمیم به برگشتن گرفت، اما احتمالاً باز هم درگیری رخ میداد. پس با کاهش ارتفاع به 35 پایی به سمت دسته دشمن رفت. دسته‌های میراژ عراقی خیلی زود پی بردن که یه F-14 در ارتفاعات پایین در حال نزدیک شدن به اوناست. موشک‌ها رو به سمت تامکت ایرانی رها کردند. مازندرانی با استفاده از پس‌سوز و فلیر موشک‌ها رو یکی پس از دیگری رد می‌کرد و این باعث تعجب میراژهای عراقی شده بود و اونا با تغییر جهت به عراق بازگشتند. مازندرانی هم که با مشکل جدی سوخت روبرو بود نبرد رو ادامه نداد. البته داخل پرانتز بگم اون موقع هیچ میراژ و هیچ F-14 دوست نداشتن در مقابل یکدیگه قرار بگیرن. مازندرانی به گفته خودش 16 جنگنده عراقی رو نابود کرده که البته چندین تاش تایید شده نیست. آخرین خلبان فضل الله جاوید نیاز، البته که هیچ وقت به شهرت زندی و مازندرانی نرسید، ولی برخی از متخصصان نیروی هوایی امروزه جاوید نیا رو به عنوان بالاترین مقام خلبانی F-14 میدونن. اون 12 پیروزی موفق و ثبت شده داره، بیشتر از هر کسی. آمار فوق‌العاده اون بعد از جنگ بود که آشکار شد. گفته شده جاوید نیا اولین خلبان ایرانیه که در هیت لیست عراقی‌ها بوده. به خاطر درگیری‌های فوق‌العاده‌اش نیروی هوایی عراق دستور داده بود که تا آخرین لحظه با هیچ F-14 درگیر نشن. از مهمترین قربانی‌های F-14 ایران محمد رایان بود، خلبان عراقی که 8 درگیری موفق داشت. اون وقتی که خلبان میگ 25 بود و در حال درگیری با یه F-14 ایرانی بود کشته شد. اما بزرگترین رقیب F-14 ایران
میراژهای F1 بود. هیچ خلبانی دوست نداشت یه سمت این درگیری باشه. این 3 خلبان تنها تعدادی از کسانی بودند که در زمان شاه توسط آمریکایی‌ها آموزش دیده بودند. خلبان‌های ماهر، به‌روز و فوق‌العاده باهوشی که میتونستن از کمترین امکانات بیشترین بازدهی رو بگیرن. ایران در کل جنگ 180 درگیری موفق با F-14 داشت که 160 تای اون با موشک‌های فونیکس رقم خورده بود. F-14 هواپیمای بیرقیب دوران شکوه خلبانان ایرانی بود.